أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ما درس گناه کبیره می باشد و اولین گناهی که گناه کبیره این شرک می باشد. دومین گناه این شرک اصغر می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شمایان از شرک کوچک دوری بجویید. سپس صحابگان گفتند ای رسول خدا، شرک اصغر چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الریا، خودنمایی می باشد. در روز قیامت شخصایی که به خاطر مردم برای اینکه آنها را مدح و ستایش بکنند، تعریف بکنند، آنها عملهای اسلامی را انجام دادند، به خاطر این الله آنها را میگوید که شما به نزد شخصایی که به خاطر آنها عمل کردید به نزد آنها بروید و اجر و پاداشتان را از نزد آنها بگیرید. همین خیل آنها رسوا می شوند. پیامبر میگویند که هر کسی که عمل بکند در وی شرک داشته باشد، شرک اینکه یک عمل را به خاطر الله میکنید و این چنین به خاطر مدح و ستایش مردم. الله میگوید که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کسی که امید دیدار الله را داشته باشد عمل صالح را انجام بدهد و در این عبادتش کسی را شریک نآورد. شریک نآوردن هم کاری الله را میکنید، هم مدح ستایش مردم را شما انتظار میباشید. الله میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. یراؤون یعنی ریاکاری میکنن. برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک دیگر حدیث میگن که من سمع الله به و من رأى الله به. هر کسی که سمعه به خاطر شهرت شده به مردم عملهای صالح را انجام بدهد، الله او را شهرتمند میگرداند. شهرت میکند به خاطر شهرتش را در این دنیا مردم او را تعریف تمجید میکنند. هر کسی که ریا بکند به خاطر یعنی مردم الله همین به سزای عملش او را نیتش رسوا میگرداند. برای این نباید انسان مدح ستایش و از کسی مدح ستایش و دیگر کارها رو انتظار باشد. حدیث ها بسیار شده است. در روز قیامت شخص مجاهد را میبیارند، میگویند که تو در دنیا چیکار کردی؟ مجاهد میگوید که در راه تو جنگ کردم. الله میگوید که دروغ گفتی، به خاطر اینکه مرا جنگاور گوید گفته جنگ به جهاد رفته بودی. زیرا بعضی از مجاهدان هستند که در دل نیت خطا اشتباه دارند. جهاد برای الله، برای برداشتن کلمه الله می باشد. برای من عبدالله ابن مبارک وقتی که به جهاد می رفتن روی خود را می پوشیدن و مبارزه بر مشرکان می کردن و کسی نمی دونست که عبدالله ابن مبارک در جنگ وجود دارند. و اینچنین حافظ قرآن عالم را می بیارن، می گویند که در دنیا چیکار کردی؟ عالم قاری می گوید که من طلب علم کردم، علم آموختم، به خاطر تو و مردم تعلیم علم دادم. الله میگوید دروغ میگویی، تو به خاطر اینکه مرا مردم عالم بگوید، حافظ قرآن بگوید. و اینچنین شخصی ثروتمندی سخاوتمند را میبیارند، کریم است، میبیارند که الله میگوید تو به این ثروت چیکار کردی؟ او میگوید که من انفاق کردم. الله میگوید دروغ میگویی، تو اینکه تو مردم مرا بگوید که فلان چی سخاوتمند است. برای همین باید از ریاکاری خود را نگه بداریم. ریا
این خودنمایی می باشد. وقتی که کسی ریاکار رو، وقتی که ثروتمند، عالم، این شخص ها رو اگر نکته‌گیری بکنید، آنها بر شما اخذته العزت و عزت بالاثم فحسبه جهنم، یعنی آنها کبر و متکبری میکنند. یکی از علامت های ریاکار این است که وقتی که خطاگیش را بگوید، او اوج میگیرد و بر ضد شما برمیخیزد. برای این باید از ریاکاری خود را نگه بداریم. اما وقتی که شما عمل صالح را انجام میدهید و ناگه مردم از او باخبر میشوند و مردم شما را مدح و ثنا میکنند، این تلک العاجلة بشرى للمؤمن میگویند. این بشارت هم در این دنیا الله بعضی شخص ها رو، عالم ها، سخاوتمند ها رو، بعضی عمل هایش رو آشکار میکند. این بشارت است در این دنیا. اما شخصی که فقط مدح و ستایش رو میخواهد، این ریاکار خودنمایی میباشد. این بود دومین گناه کبیره، شرک اصغر، این ریا میباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.